سلام به چن اف سی فوتبال خوش آمدین. امروز آمدیم مرحله حذفی یورو 2024 رو بررسی کنیم و ببینیم از چه قراره. تیم اول که بررسی می‌کنیم اسپانیا. اسپانیا تو گروه خودش صدر نشین شده. با 9 امتیاز صدر نشین شد و صعود کرد. و گرجستان هم 4-1 برد و به آلمان خورده. که پیشبینی من این است که اسپانیا بازی در برابر آلمان به پیروزی میرسد. تیم دوم مدعی تیم ملی آلمان است که در گروه از صدر نشین بوده و با شکست دادن دانمارک در 1-4 نهایی به تیم ملی اسپانیا خورده و کار سختی رو در پیش داره. اما تیم ملی آلمان تیم خیلی خوب و ستاره‌های بزرگی داره و آرزوی موفقیت برای تونی کروس پاریم. تیم ملی بعدی تیمی نیست جز انگلیس هست که تیم جوونی داره و ستاره‌های زیادی داره و تمایل قهرمانی هم نیز داره. تیم ملی بعدی تیمی نیست جز پرتغال کبیر که توانسته که در گروه ترکیه جمهوری چک و گرجستان با 6 امتیاز صعود کنه و در مرحله حذفی به اسلوونی خورده و میتونه که آخرین یورو کریستیانو رونالدو قهرمان این دوره بشه و تیم جوونی داره مثل وینیتیا، پپه، روبن دیاز و تیم مدعی سوم فرانسه است که 2 گره خودش دوم شد با شکست دادن اتریش و 2 تساوی به مرحله حذفی صعود کرده و نشون داده تیم خیلی قوی هست. ولی یکم مشکل گنزنی داره. پیشبینی من این است که اسپانیا قهرمان این تورنمنت میشه ممنون. حالا کوپا آمریکا نیز بررسی میکنیم. تیم‌های مدعی کوپا آمریکا. تیم مدعی اول آرژانتین کبیر. اونها تیم خیلی خوبی دارن و مدعی اول قهرمانی هستند. و میخواهند که آخرین کوپا آمریکا مسی را جشن بگیرند. تیم مدعی دوم تیمی نیست جز برزیل پرحاشیه قهرمان جهان. اونها ستاره‌های زیادی دارند مانند وینیسیوس، اندری، گابریل ژسوس، رودریگو و تیم مدعی سوم اروگوئه است که خیلی خوب هستند و ستاره‌های زیادی دارند مثل داروین نونیز، والورده، اراخو و می‌خواهند که آخرین کوپا سوارز را جشن بگیرند. تیم مدعی آخر کلمبیا کبیر است که ستاره خوبی دارد مانند لوئیس دیار و خامس رودیگرز بچه خوشگل. کوپا دیگه مدعی خاصی ندارد. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. گود بای.